خدمت وطن را وظیفه مقدس هر یک جوانمرد دانستند که این حکمت خاصی دارد. آموزش جدی و یا امتحان جوانمردی نیز محض همین دوره به شمار می رود. بیهوده نیست که نسل کلانسال زمان خدمت وطن را چون صحیفه درخشان حیات خویش با مهر خاصه و حس افتخار یاد می کنند. هنگامی در این بابت حرف زدن به ذوق می آیند، گویا نیروی جوانی را بار دیگر در وجود خویش احساس می کنند. از سیمایشان هویداست که نهایت خوشحالی را دارند و شکرگزار هستند که به چنین سعادت رسیدند. برای جوانان امروزه قوه‌های مسلح کشور نیز این حالت آشناست، زیرا خود نیز مشاهده کردند و زمان نورسی در آرزوی به چنین روزها رسیدن را در دل می‌پروریدند و امروز از عملی گردیدن آن اظهار خوشحالی می‌کنند. خدمت حربی بهترین مکتب آموزش حیات است. خوشبختانه این ماهیت از جانب جوانان خودآگاه و خودشناس به خوبی درگردیده است. ما سربازان شکرانه از آن داریم که در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان زندگی می نماییم و هر یک سرباز وطن خود را چون مادر باید دوست داشت و آن را حفظ نمود و آن را از تحت دل حمایت کرد. فراموش نباید کرد که تنها شخص وطن دوست می تواند سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان را حفظ نماید. یکی از مهمترین عامل‌هایی که برای خاطرمان و جالب و زیبا و همچون محک در روزگار منبعده در خاطر سربازان ماندن خدمت حربی شناخته می شود، این موجود بودن شرایط مساعد خدمت در صف‌های قوه‌های مسلح کشور صاحب استقلالمان. در هر یک قسم حربی همه مقامات قدرتی مملکت می باشد. آفتابیم، آسمانیم، آتشیم، جاویدان بیدار خوابی می کشیم. اسکرانی امنیت، امنی وطن، پاک جوهر، پاک دل، پولاد تن. زیرک و هوشیار و با فضل و باهوش، دست تازه، سرد دلها به جوش. در دفاع دولت و ناموس و ننگ، روز و شبها پرچم ملت بلند. طور سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح مملکت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ابراز می‌دارند، مقصد اساسی از تأسیس دادن ارتش ملی تشکیل نیروی حربی بود که به حفظ استقلالیت و آزادی کشور قادر باشد و یکپارچگی و تمامیت ارضی آن را تامین نماید. شبهه نیست که هیئت شخصی جزو تام‌های حربی مملکت عنعنه‌های خوب قوه‌های مسلح را ادامه بخشیده، من بعد نیز حفظ زندگی آسایشته و زحمت سازنده خلق خویش را با انتظام قوی، دانش و ملکه معاصر، روحیه بلند وطندوستی و صداقت به کسب با شرف و مقدس خود حمایه امنیت و آرامی وطن محبوبمان سربلندانه اجرا می نماید.